خب بچه ها بریم با هم دیگه آرایش الکترونی عناصر از هیدروژن تا استرونسیوم که عدد اتمیش 38 رو حل کنیم. چطوری باید آرایش الکترونی رو رسم کنیم؟ بچه ما توی ویدیوی قبلی اینو توضیح دادیم که روند پر شدن زیرلایه ها به چه شکله. اول چه زیرلایه‌ای پر میشه، ترتیبشون چطوریه، ظرفیتشون چطوره. الان تو فقط باید تعداد الکترونای عنصرت رو بدونی. تعداد الکتروناش همون میشه تعداد در واقع پروتوناش، عدد اتمی که اینجا بهت میده. خب بعد به تعداد این الکترونایی که داری توی زیرلایه ها بچین. مثلا هیدروژن، بیا قبل از که اینا رو بنویسیم روند کلیشون رو بنویسیم. اینجا گفتیم که 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p. خب این یکیه، این دوتاییه، این دوتاییه، این ستاییه، این ستاییه. خب حالا بریم اینا رو رسم کنیم. هیدروژن یه دونه داره. خب پس این فقط یه الکترون واردش میشه، 1s1. هلیوم 2 تا داره، 1s 2. حالا میریم سراغ زیرلایه بعدی 2s، چون دیگه 1s پر شده، ظرفیتش نهایتا 2 تا بوده. لیتیوم 1s 2 2s 1. بریلیوم 1s 2 2s 2. بور 1s 2 2s 2 2p 1. ظرفیت اس دومی هم تموم شد. حالا بریم پی ظرفیتش چند تا بچه ها؟ آفرین 6 تا. پس بریم تا این ظرفیت 2p هم پر کنیم. 1s 2 1s 2 2s 2 2p 2. 1s 2 2s 2 2p 3. بشمر 3 و 4 7 تا. اینم 7 تا. 8 تا. 1s 2 2s 2 2p 4. 1s 2 2s 2 2p 5. نئون گاز نجیب 1s 2 2s 2 2p 6. الان 2p 6 هم تموم شد. باید بریم سراغ چی؟ باید بریم سراغ این تموم شد، این تموم شد. الان باید بریم 3s رو پر کنیم. خب 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2. خب حالا 3s 2 پر شد. باید بریم چی رو پر کنیم؟ 3p رو باید پر کنیم. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2. فسفر 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3. گوگرد 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4. کلور 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6. تمام. 3p 6 هم تموم شد. الان باید بریم سراغ 4s. گفتیم که 4s از 3d زودتر پر می شود. دلیلش رو قبلا توضیح دادیم بچه ها. بریم سراغ پتاسیم دوره 4. اسکاندیوم اولین فلز واسطه دوره 4. 3s2 3p6
4s2 هم تموم شده. 3d1. بچه‌ها ترتیب پر شدن به این شکله. خب ولی تو وقتی که اینجوری کامل پرش میکنی بیا مرتبش بکن. مرتبش یعنی چطوری؟ یعنی این 3d رو بیار بذار اینجا، شکل مرتب شدش. ببخشید 3d1 بعدش هم 4s2. خب تیتانیوم 1s2 2s2. بچه همیشه به 4s2 که رسیدین نمیخواد برگردید الکترونا رو بشماری ببین چقدر کم داری. از اول که پر کنی به 4s2 که رسیدی بدون 20 الکترون رو پر کردی. الان چقدر دیگه مونده؟ 2 تای دیگه. یه 3d2 بهش اضافه کن. شکل مرتبش هم بریم. خب بریم سراغ وانادیوم 23. چهار اس دو تا الان 20 تا 3 تا دیگه میخوایم. 3d3 دیگه مرتبش رو خودت بنویس، من نمینویسم. خب میدونی که کروم یه فرقی داره با بقیه و این شکلی پر میشه دیگه، درسته؟ جز استثناءات بود، از قاعده آفباب پیروی نمی کرد. اینا رو توضیح دادیم، ما اگر ندیدی حتما برو ببینیم ویدیو که راجبش حرف زدیم. چهار اس دو 3d5 3d6 3s2 3p6 4s2 تا الان شد 20 تا. ما 27 تا الکترون داریم پس میشه 3d7. نیکل خب رسیدیم دوباره به یه استثناء دیگه. اینم کامل توضیح دادیم بچه ها. چهار اس دو 3d10 گالیوم. چهار اس دو 3d10 4 اس دو که شد 20 تا اینجا هم شد 30 تا 31. یه دونه دیگه میخوام 4p1 مرتبش هم بنویسیم. خب اینم برای نمونه برات نمیشم که بدونی بعد چطور مرتبا رو بنویسی، دیگه بقیه رو خودت بنویس. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 30 تا پر شد. 4p2 آرسنیک 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 سلنیوم 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 1s2 2s2 2p6 با من بگو 4s2 3d10 4p5 کریپتون گاز نجیب دوره 4
4s2 3d10 4p6. خب الان 4p6 هم تموم شد. بعد بریم چی رو پر کنیم؟ اینم تموم شد. بعد بریم سراغ 5s. تا همینجا رو بچه ما بیشتر نمی نویسیم. سه اس دو 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2. بچه روبیدیوم یک فلز از گروه اول، فلز قلیایی، و استرانسیوم یک فلز قلیایی خاکی از گروه دوم. اینا تو دوره 5 هستن. اینم از آرش الکترونی در واقع عناصر 1 تا 38.